تقریبا 7 ماه قبل دلیرجان میرزایف همسر و فرزندانش را به این منزل آورد و خودش به مهاجرت مهنتی به روسیه رفت. اما تخمینا 20 روز قبل او را در حمله تروریستی به کراکوس سیتی مسکو متهم کردند. والدانش به این اتهام باور ندارند. والدان دلیرجان میرزایف در قیاس به پیوندان دیگر گمانبران این حادثه بدون مشکل با روزنامه‌نگاران صحبت و از بیگناهی فرزندشان تاکید می‌کنند. در نوارهای پخش شده در شبکه‌های اجتماعی نفری از حملگران با کارد را به دلیل ربط می‌دهند، ولی مادر او میگوید آن افراد از نوارها به پسرش شباهت ندارد. هم خیلی آدم‌ها بود در همونجا این کار کدگی نیستن. او بوز بالا یا یک خرابی مردن یعنی فقط من پسرم میشناسم در روی شیشه استودگی کو برو کی وای دوره بود هم خیلی زدگی انش دستاش محکم چشم انم جد فرزندی من انم این درون یا ما تماما فرزندی من نیستم. دلیرجان میرزایف 5 روز پیش از حادثه به مادرش زنگ زده گفته است که 20 مارس مهلت حجت‌هایش تمام می شود و تا 25 به تاجیکستان برمیگردد. 17 مارس گفت زد که اوچاجون گفت پراپیسکام گفت در 20 تمام می شود. هم خیلی تاجیکا را گفت دپور کدستیان میرم اگر دپور کنن گفت تک آدم دیگه مسکو اومدن نمیتونه من میگردم خونه میرم تا 25 من خونه ده باید باشم. برات میرزایف پدر دلیرجان میرزایف گفت با اتهامی که به سر فرزندش بار میکنن باور ندارد و پسرش چنین کارو نکرده است. من باوری ندارم خیلی کارو ده واپس زنی مثلا نمیکنه. خودش یا واجب وجود داره خیلی کارو افطمات برداشت نتونه یا چیزا برداشت نتونه هیچ کی باوری نمیکنه. گفته می شود که روشنجان میرزایف یکی از برادران دلیرجان از سال 2016 این طرف ناپدید است. مقامات به نزدیکانش گفتند که او به سوریه رفته به گروه‌های افراطی پیوسته است. اما نزدیکانش به این باور ندارند و میگویند 8 سال باز از مرده و زنده او خبر ندارند. همسایگان و معلمان میگویند عائله میرزایف چندان مذهبی نبودند و دلیرجان هم گاه به مسجد می آمد. دلیرجان میرزایف هرچند خودش مکتب را با بهای اعلی نخوانده است ولی آداب خوب داشت و وقتهای آخر به تحصیل دادرش که در صنف دهم میخواند اهمیت جدی میداد. وای چندین مرتبه با تلفن هم صحبت شده با من میگفت مثلا برادرش در صنف دهم محمد جان میخواند. او بسیاری وقت تاکید میکرد که معلمه اگر مثلا برادر من یگام وقت خطاگی میکند یا که یگام درسش را تیار نمیکند مثال با تلفن و من وای که من در خانه همه وقت از بالای دادرم نظارت میبرم. با گمان دست داشتن در حمله تروریستی در تالار کراکوس سیتی هال 11 نفر دستگیر شدند که 10 نفر آنها شهروندان تاجیکستان میباشند. شماری از آدمان دست داشتن تاجیکستانیان را در این حادثه زیر شبهه میبرند. امام علی سیدزاد، مذهب جمعه، ازیا پلوس.